مسلمانهای دنیا و اون کسی که ادعای اسلام دارد دیگر گناه کردن افتخار شده است. یک مسلمان گناه میکند فخر میکند از گناه. امروز 4 تنگه حرام پیدا میکند خرسند میشود که من 4 تنگه حرام به دست آوردم. نمازش ترک میشود پروا ندارد. عبادت و طاعت خداوند را اصلا در ذهن و شعورش به کار نمیگیرد. حالا که یک انسانی که با خدا دشمنی میکند از این رو در جامعه کارهای انجام نمیگیرد. بیشتری من و شما شاهد حال هستیم، بیشتری من و شما خبردار هستیم. باور کنید عزیزان، از خدا بترسید. در زمان حضرت موسی علیه السلام خشکسالی می شود. از آسمان قطره باران پایین نمیشه، زمین ها می خشکد، تمام انواع رستنی های روی زمین خاک و خشک می شود. تمام حیوان های روی زمین از تشنگی و گرسنگی می میرند. بنی اسرائیل سراغ حضرت موسی علیه السلام میگن ای پیامبر زمان، شما که پیامبر خدا هستید، دعا کنید که الله برای ما از آسمان رحمت خویش را نازل کند. حضرت موسی با بنی اسرائیل دعا میکند پروردگارا ما عاجز و گناهکار هستیم، از آسمان برای ما باران نازل کن. انسانی که قدرت و توان مال و ثروت دارد یک مرتبه اگر فکر کند الله این روان آب براش نازل نکند، الله این روان از زمین براش چیز نرویاند، آیا مال و ثروت انسان حقی زنده ماندن او را دارد یا نه؟ با اون 4 فلوس تنگه و طلایی که در اختیار دارد. حضرت موسی دعا میکنه خدایا برای من قطره آب از آسمان نازل کن. الله قطره آب فرود نمیآورد، در حالی که حضرت موسی کلیم بودند، مستقیما با خداوند رابطه برقرار میکردند. یا الله مگر دعای من اجابت نشد؟ الله میگوید که این موسی من دعای تو را اجابت کردم، اما در میان بنی اسرائیل یک انسان گناه صادر کرده است. در میان قوم تو نفری هست که یک جنایت صادر کرده است، مرتکب یک گناه شده است، او را از جمعتان بیرون کن، ثانی من برایتان باران نازل کن. حضرت موسی به بنی اسرائیل میگوید مردم در میان شما نفری هست که گناه صادر کرده است، جنایت صادر کرده است و این خشکیدن زمین و نباریدن باران از آسمان سبب جنایتی اوست، سبب گناه صادر کردن اوست. سبحان الله. پدر بزرگم، جناب بسیار عزیز و محترم نزد بنده، در اون وضع کنونی که در زمان حضرت موسی بود فقط یک نفر گناه کرد. امروز این خط گناهی که صادر شده است، حالا همین کوه با این عظمتش قرار دارد، حالا هم این آب دریا نخشکیده است، حالا هم این زمین ها از خود چیده بیرون میکنند. تا جای دیدیم ریاکاری، در نمازمان ریاست، در روزهمان ریاست، در حج و زکاتمان ریاست. عبادت مخلوط شرکیات، دزدی، قماربازی، حرامخوری،
دشمنی، عداوت، غیبت، بهتان، قتل، همه این یک معصیت های شده است که روزمره من و شما میشنویم و مشاهدهش میکنیم. میشنویم که زن در نفس شوهرش خیانت کرده است. میشنویم که پدری بدبخت به ناموس دختر دست درازی کرده است. میشنویم که برادر به ناموس خواهر دست درازی کرده است. منتظر چی هستی؟ منتظر چی هستی؟ الله مهربان این ویروس را یک تنبیه روان کرد. گفت ای بنده آگاه باش، این قدرتی من است که در برابر یک خردترین مخلوق من نمیتوانه بایستی. یه نوار تماشا کردم در مردم ایتالیا این روزه همه در کوچه ها برآمدن، اشک میریزن، سری زانو زدن، دعا دارند خودت را اصلاح کن، بازگشت به سوی خدا کن. اینا یگانه راهی است. ما توبه کنیم، از گناه دست برداریم تا باشد که الله مهربان این مخلوق ناعیانش را از من و شما دور می‌سازد. یک جای دعا کنیم. ای خدای، در این ماه شعبان ما عاجزیم، ما گناهکاریم. خدایا به گناه خویش اقرار میکنیم، پروردگار تا امروز رزق و روزی را برایمان رساندی، تا امروز برای ما نعمت‌های مختلف و گوناگون را فرستادی. خدای مهربان، اگر این راه انتقام تو باشد خدای ما را ببخش. خدایا غیر از تو فریاد رس نداریم. خدایا غیر از تو کسی را نداریم که به دادمان برسد. پروردگار این حالی که بالای بندگانت آمده است به تو معلوم است. پروردگار به فریاد بندگانت برس. پروردگار گناهان ما را بیامرز، توفیق را در مسیر زندگی رفیقمان بساز. خدای مهربان، از اون التماس دعا میکنیم. یقینا میدانیم که با این قدر ناشکری نعمت‌های تو داریم. ای خداوندی کریمی چاره‌ساز، ای خداوندی کریمی چاره‌ساز، آمده بر درگهت بهر نیاز. از وبا و کلفت آخر زمان مانده مازار و حقیر ناتوان. غیر تو نبود به ما فریاد رس، غیر تو نبود به ما فریاد رس. یا خدایا بر آه و داد ما برس، کرده به اندازه ما جرم و گناه، کرده به اندازه ما جرم و گناه. عذرخواهان آمده بهری پناه. ای خدایا حکمتت رحمان بود، رحمتت دریای بی پایان بود. پهن گردیده همه روی جهان، بی‌دوا درد است در خرد و کلان. آمده بر درگهت زار و حقیر، بندگانت را خدایا دست گیر. یا خداوند کریم و مهربان، یا خداوند کریم و مهربان، حافظی جان و زمین و آسمان. آمده بر درگهت با چشم چار، یا خدایا حاجتی ما را برآر. ای خدایا آفریدی جسم و جان، نامه از درگهت ما را مران. ای خدایا
عاجزانه به درگاه که آمدیم. امروز تمامی کشورهای دنیا را می‌بینیم که مثل این قیامت است که برادر از برادرش می‌گریزد، پدر از فرزند می‌گریزد. یک نواری رو تماشا کردیم، پدر در وقت نزع جان است، گرفتار به این ویروس شده است، درخواست فرزند میکند که باری آخر ببینمش، اما فرزند در ترس جان در حضور داشتن دیدار پدر حاضر نمیشود. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. روز میرسد که برادر از برادر میگریزد. این صحنه قیامت را امروز ما میبینیم. امروز مردم خودشان را با دست خودشان بغی دارند، با دست خودشان را زندان کردن، از خانه کسی بیرون نمیشود. مردم ترس و هنوز دامنگیرشان شده است. خداوند ما را در پناه عصمت خودت نگه دار. این ویروس را از کشور ما خدایا دور بینداز. این وبای افرا و کشور ما راه نیافتد را برای این امت، برای این ملت، برای این مردم نصیب گردان و دیگر مردم دنیا را از این صحنه بسیار بد و یک صحنه بسیار خوشحالی باز بگردان. خداوندا بگردان این بلا را، خداوندان بگردان این بلا را، ضیافت ها نگه داری تو ما را به حدی هر دو گیسوی محمد، توفیل خلق نیکوی محمد، توفیل حضرت صدیق و عمر، بروی حضرت عثمان و حیدر، توفیل چادر و پیوند و گهرا، توفیل هر توفیل معلا. مسلمانان به صدق آمین بگویید که آمین تقویت بخشد دارم. زی اهل صالحان بشمار، روان گردان تا حاجتهای ما را، زبون گردان زبردستان ما را، شفای دیر رنجوران ما را. کریما توی اکرم الاکرمین، رحیما توی ارحم الراحمین. مرادات و مقاصد کل انام برابر به فضلت خدایا تمام. به ما حاضرین رحمتی خاص کن، به ما حاضرین رحمتی خاص کن. دلی جملگی ظرف اخلاص کن. هر دعایی که میکند بنده استجب یا مجیب الدعوات. اللهم انا نعوذ بك من النقص والجزام والجنون، ونعوذ بك من سيء الاسقام. يا رب يا رب يا رب.